بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم و علی آله و صحبه اجمعین. اما بعد، وقتی ما و شما همیشه سر قربانی بحث میکنیم، مثلا پیشتر مرا پرسان کردن، گفتن همی موضوع چی است که ما سر ازی یادداشت میگیریم یا عنوانش رو بتیم. وقتی میگیم قربانی، همیشه نظر انسان که است به چی میره؟ به طرف یک حیوان میره. صحیح است نه؟ همیشه ما وقتی که از قربانی گپ میزنیم، تو نظر ما به طرف ازی میره که به یک حیوان. موضوع قربانی است، حتما استاد گپ میزنه که چطور چقدر قربانی شود، گوسفند، گاوی دیگه پا. اما در قرآن عظیم شان این قربانی که صحبت میشه، قربانی خو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم است و مردم قربانی میکنن. لکن وقتی در قرآن عظیم شان بیم، اصل قربانی انسان است. اصل قربانی انسان است که انسان آماده باشه که خدا قربان بکنه. و این قربانی حیوان بدیل از قربانی چی است؟ انسان است. اصل قربانی حیوان نیست، اصل قربانی انسان است. مثلا در بحث قربانی در قرآن عظیم الشان درباره ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام الله متعال بیان میکنه که این دو نفر بسیار قربانی کلان دادن. یکی قربانی آدم ریش سفید است، یکی قربانی جوانا هست. یکی قربانی ریش سفید است، ابراهیم علیه السلام، و یکی قربانی جوان است که اسماعیل علیه السلام است. این در قربانی آدم ریش سفید کلان، چون این خودش ریش سفید است، زیاد اولاد خدا خوش داره، سر از امتحان سر اولادش میگه که اگر تو امر الله را قبول داری و اطاعت الله را قبول داری، پس اینال تو باید همین کس را که زیاد دوست داری، فرزند تا که زیاد دوست داری، این قربان الله بکن. چون انسان که از همیشه امتحان میشه و در بین امتحانات، امتحان بسیار زیاد قوی که است از پیغمبرها هست. اینا بسیاری وقتا برای ما و شما گفتم میشه تو برو یک گوسفند قربانی بکو، یا یک بز قربانی بکو، یا یک گاو. بسیاری وقتا در دل آدم والا اگر نداشتم برو خیر است، امسال نمیکنم قربانی، یا واسه ندارم یا امکانات ندارم، دی دل میذاریم. لکن خطرناکترین قربانی سر ابراهیم علیه السلام آمد که بخی همی بچه تا که درش سفیدی در سن کلان برات داده شده، امیر قربانی کو در راه الله. این حال اصلی است که انسان مسلمان او است که برای قربانی به بارگاه الله آماده باشه. جسمش باید آماده باشه، خودش، تمام اعضای بدنش. این حال او انسان اگر جسم خود آماده کرد که قربان الله شوه، بازو پیسه و قالین و فرش و ظرف و مالی گپا باز پیش هیچ است. اما اگر انسان خودش آماده قربانی نشد که خدا قربانی الله بکنه، چرا الله متعال در آیت میگه که ان الله اشترى من المؤمنین اموالهم و انفسهم بان لهم الجنه. اینمی انسان مسلمانه که برای جنت است، مالش هم الله خریده و نفسش هم خریده. یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، یعنی اینجا خودش جان خدا برای الله تسلیم میکنه. این اصل موضوعی است که در قرآن عظیم شان وقتی که انسان قرآن میخوانه، اینجا قربانی انسان است پیش از اینکه قربانی حیوان باشه. و قربانی حیوان رحمت الله هست که بدیل میشه برای قربانی کی؟ برای قربانی انسان. یعنی الله وقتی که از نیت تو فهمید که تو آماده هستی خدا قربان بکنی، باز الله متعال یگان وقت امو قربانی خودت به عوضش، مثل که ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام آماده شدن، باز عوضش الله متعال برشان یک گوسفند چیز که خیر سیر قربانی بکنی. مقصد این قربانی تو شد. این حال اینجا ابراهیم علیه السلام آماده میشه، پیغمبر است. آل بچه جوان بچه جوانی که هنوز نو جوان است دیگه، بسیار اسکیجوالش بسیار طویل است که مثلا چه وقت نامزاد شوم و کیره به نامزادی خود بگیرم، بازی نامزادم چه قسم قواره داشته باشه و باز چه قسم شیرینی خوری بکنم، چه قسم باز عروسی بکنم و چه قسم لیسانس خدا بگیرم، با چه قسم ماستری بگیرم، چه قسم دکترا بگیرم. این حالی برنامه بسیار طویلی که جوان داره،
برای جوان بسیار مشکل است که یک دفعه آماده شد که ما بمرم و به خاطر الله قربان شد. و این امتحان سخت الله متعال است اسماعیل علیه السلام میکنه که در این جوانیت باید قربان شویم. و این چی است؟ پدرش برش میگه که فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارى فی المنام انی اذبحک. سعی کنین بعضی قصه هاست که دروغ است، مثلا بین ما و شما بسیار منتشر شده. مثلا یک شاعر شعر جور کرده که به هنگام منا آندم رسیدی یکی پیری بدندهش بدیدی. صحیح نه؟ بازی رو بسیار با صدای خوبش میخوانه. حالا قرآن خود نمیگه که پیر بدندهش از آمده برزی گفتن. اینجا قرآن میگه که فلما بلغ معه السعی، وقتی که همراه پدرش یعنی در منطقه سعی رسیدن ابراهیم و اسماعیل، ابراهیم علیه السلام با بچه خود میگه. سگن بعضی شاعرها که از قصه دروغی نیست که عقیده مردم خراب میکنن. این ما یک وقت جوان بودیم، یک کسی بسیار شیرین خوانده میرفت، گریان هم میکرد که این اسماعیل علیه السلام به انگام منا آندم رسیدی یکی پیر بدندهش بدیدی. این گپا رو میگه، کلش دروغ کلش دروغ. چرا یک دروغ میگه؟ به خاطر اینکه شاعرها بسیار دروغ میگن. چرا دروغ میگن؟ چون غیر مسلکی هستن، قرآن رو نمیفهمه، قصه های دروغ از دل خود جور میکنن و مردم عوام هم به قصه و گریاناش بسیار باور میکنن. سعی قرآن چی میگن؟ فلما بلغ معه السعی، وقتی که میگه ابراهیم علیه السلام به همراه پسر خود در منطقه سعی رسیدن، قال کی گفت؟ قال ابراهیم علیه السلام گفت. و کی گفت؟ به اسماعیل علیه السلام. یا بنی ای پسرک من. بعدش گفت که بچه جان انی ارى فی المنام انی اذبحک. تو خب میفهمی که من پیغمبر هستم؟ و میگه بله. و میفهمی خواب پیغمبر چی است؟ وحی است. برای ما وحی شده که ما تو را باید ذبح بکنم. فانظر، متوجه هستین؟ فانظر ماذا ترى، حال تو به من نظر بده. اینجا قصه های دروغی برای ما تو نشان میده که اسماعیل علیه السلام هیچ کمال نداشت. پدرش چشم از زیر سرمه کرد، کلاه کا پوشاندش، ایره برد پته کرده، خبر نداشت، ایره برد به قربانی. قصه های دروغی تو میگه. اما قرآن از این نشان میده که نه، این نوجوانی که به نام اسماعیل بود، این بسیار عقیده قوی داشت، این بسیار ایمان قوی داشت و این خودش آماده شد که قربانی شود. و پدرش برش گفت که ابراهیم علیه السلام برش گفت که فانظر ماذا ترى، بر ما خود یک وحی شده، الله بر ما گفته که من تو را چی کنم؟ من تو را قربانی بکنم. حال تو چی نظر داری؟ تو آماده هستی یا نیستی؟ کار زور نیست، تو هم نظر تا بگو. اینجا حال قرآن از نشان میده که این جوانی که سعی کن شما جوانای این قسم باید ایمان داشته باشین، این قسم عقیده داشته باشین، این قسم آماده قربانی باشین، مثل که اسماعیل علیه السلام بود. حال اینجا اسماعیل علیه السلام چه میگه؟ قال، گفت اسماعیل علیه السلام یا ابتی، ای پدر شیرین من. این لفظ ابتی که در زبان عربی گفته میشه، پدرشان بسیار لفظ خوبش استعمال کرد. یا بنی ای پسرک من، تو خود توتی دل من هستی، تو خود بسیار تو من دوست دارم، همراه تو محبت دارم، لکن حکم الله هست که من باید تو را چی کنم؟ قربانی بکنم. از این خاطر بسیاری پدرها هستن الله برش میگه بچه به نماز بخیزان، نه ولی باز بچه که خفه میشه باز به نماز نمیخیزه. بچه تو بیار نماز، نه خودم میرم بچه‌م باشه، خودم در درس میرم و نمیرم. پس این بچه در حالی که در قرآن میگه قد کانت لکم اسوة حسنة فی ابراهیم، ابراهیم علیه السلام اسوه تان بگیرین. وقتی که الله گفت که بچه تا بکشش دیگه. خون بچه‌م چطور میشه، گردنش چطور میشه، ذبحش چطور میشه. حالا تو یک به نماز فرض بچه تا یا به درس بچه تا نمیری. بسیاری پدرها خود بسیار دیندار میگیره، لکن به سنت ابراهیم علیه السلام عمل نمیکنه. اینالی اینجا هم قوت ایمان ابراهیم علیه السلام نشان میده و هم قوت ایمان اسماعیل علیه السلام. یعنی گپ سر است که وقتی ما اقسام توحید میخوانیم، توحید ربوبیت است و توحید الوهیت است و توحید اسماء و صفات است، در قصه های پیغمبرا همین توحید به شکل عملی نشان داده میشه که اونا چه قسم همین توحید تطبیق میکردن و شما چه قسمی توحید تطبیق بکنین به شکل عملیش. و اینجا میگه که حال نوبت اسماعیل علیه السلام میگه این چه قسم ایمان داره. این برش میگه که یا ابته، حالا اگر مثل ما و شما باشه یک دفعه بچهش بهش میگه او پدر تو چی میگی؟ ما بخیدم نماز بخوانم، ما پابجی نزنم. حالا بسیاری جواناست حتی گپ پدرش میگه خیر از بچه من پابجی رو نزن، دائمی گناهگار میشی، وقتت ضایع میشه. او پدر تو چه قسم میگه؟ سگی چه اولاد بیدین است. در مقابل پدر خود، پدرش امر بالمعروف میکنه، لکنی
گپ پدر قبول نمیکنه، دست خودی قسم بالا میپرده. بچهای بیدین عادتشان از همین قسم. اما بچه دیندار چی خاصیت داره؟ وقتی پدرش برش میگه که بچه آل مسئله از این نیست که تو بخی نماز بخوان، مسئله از این نیست که بخی پابجی بکن، مسئله از این نیست که چپیت میکنم و گردن تو هم چی میکنم؟ ذبحت میکنم. نظر تو بگو آل چی میگی؟ یا گردن زدن چی میگی؟ آل اینجا ایمان قوی معلوم میشه، اینجا عقیده درست معلوم میشه که مسئله جان و مسئله زندگی و مسئله کل پروگرام ها باشه. حالا بسیاری جوان ها خوب دیندار است، لکن 100 دفعه برش میگه که رسول الله صلی الله علیه و آله عن القضا، رسول الله منع کرده از اینکه نیمه سر تکل کنی نیمه سرش بانی. بعدم که ببینه اون باز که رفت پیش سلمان چی میگه؟ می کلمه فوجی جور کو. علی کلمه فوجی که سنت پیغمبر صلی الله علیه و آله امر پیغمبر قبول نداره. در چیه؟ پس مثلا ما که خلی خدا فوجی نکردیم، ما رو کی از شار کشیده که تو از شار بکشه؟ لکن این چون به خاطر که محبت زیاد به چی داره؟ به بچهای فیلم داره، به فوتبالیستا داره، برای کافرها داره، برای فوجی‌ها داره. این باز میره کلی خدا نمیگه مثل پیغمبر واره کلمه جور کن، مثل چی واره جور کن؟ فوجی واره جور کن. حالا اینجا سعی کن این مسئله تنها یک تطبیق یک گپ عادی نیست، اینجا گپ بسیار خطرناک است. پدر برش میگه که یا بنیه انی ارا فی المنام انی اذبحک، ما تو را ذبح میکنم، برای ما حکم شده که کارد بگیرم، که کارد گردن تو رو چی کنم؟ حالا اگر باشه باز میگه اوه اسماعیل علیه السلام انتحاری میکنه. متوجه هستی؟ حالا میگه گپ حالا اگه کس طرف بودی که ابراهیم علیه السلام تو گفته، مردمای بیدین میگه که اینه والا اینجا مثلا او خب بام دستی نبود، نه کارد بود، این صحیح شد نه؟ 100 دلایل میگه. اسماعیل علیه السلام عقیده قوی داره، ایمان قوی داره. این برش چی میگه؟ قال یا ابتی، او پدر شیرین من، یعنی من متاثر نیستم، من جگرخون نیستم، من قار نیستم، بلکه تو پدر شیرینم هستی. لکن بر پدر خود یک گپ بسیار قوی را میزنه که او از عقیده توحید اسماعیل علیه السلام دلالت میکنه. چی میگه؟ میگه که افعل ما تؤمر. پدر دو کار است، بعضی اوقات عاطفی پدری هست، فهمیده نه؟ عاطفی پدری هست که در کشتن یا ذبح کردن فرزند او را تشویش میپرده. یکی حکم الله هست. آل اسماعیل علیه السلام برای پدر خود چی توصیه میکنه؟ میگه پدر افعل ما تؤمر، او کاری که امر کرده شدی که از جانب الله است او را بکن، اوش کو عاطفه پدری خود استعمال نکنی. اینجا تو نشه که عاطفه پدری تو سبب شوه که والا بچه من نکشم. او کاری که الله برات گفته که کشتن من هست و ذبح کردن من هست، همون را بکن. این از چی نشأت میکنه؟ از عقیده بسیار قویی که انسان عقیده داره که اصل زندگی آخرت است. بیدینام کسان در روز قیامت چی میگن؟ میگن یا لیتنی قدمت لحیاتی، وا کاش که من به زندگیم یک کار میکردم. یعنی اصل حیات کجاست؟ حیات آخرت است. یا تو زندگی دنیا زندگی نیست، یک چند وقت است، اول الف واره میباشی، باز دال واره میشی، باز میم واره. کسی گفتن چرا انسان آدم میگه؟ من گفتم به خاطر اینکه اول الف واره میباشه، نه کاکلک شما تو دستش میباشه، مد واره نه الف مد، باز دال واره کپک میشه، 60 سالک شد، باز میم واره دراز میمره. از این خاطر آدم میگن. این حال آدم خوب است، این سه مرحله زندگیش است، خواسته باشی یا نخواسته باشی، پیر میشی، ضعیف میشی، کپ میشی و بالاخره در جمله مرده ها میری. حال اینجا اسماعیل علیه السلام میفهمه که اصل زندگی کجا هست؟ زندگی آخرت است. و این کشته شدن و ذبح شدن یک کار دست کش میکنه. او کار دم یک وقت درباره حقوق حیوان که از گپ میزد، علما برش گفتن، امو کافرها میگفتن که برق کشته شو حیوان دردش کم است. علما اسلامی میگفتن نه ذبح شو این دردش کمتر است. باز اونا میگفتن نه که برق چطور است؟ برش گفت او برادر یک کس بگی برق بده چقدر لوتاک میزنه، نه چقدر درد داره. اما یک نفر موتر میزنن تا وقتی که پایت را بشکنانا موتر تو درد احساس نمیکنی. وقتی که یخ شوه چی میشه؟ باز احساس میکنی که والا پای ما شکسته. این حالی حیوان که ذبح همیشه در وادی ذبح کرده شدن و درد احساس نمیکنه، چرا؟ تا که یخ میشه وقت روح یزو میره. اما اگر برق بیتی شوخ شتنگزده خو نفسش کشیدی. حتی از نگاه ساینس هم کس که وقت مطالعه بکنی ذبح چی هسته؟ آسانتر است برای حیوان نسبت به چی؟ نسبت به برق دادن. این حال تو یک کافر بگو تو بیا که
برق بتومد ساکو چقدر وضوش مشکنه سیزه اما اگر زبش کنی زود ختم میشه. این حالا حیوان که است به او شکل، یعنی آن چیزی که حکم الله هست و بسیار خوبتر است که حتی انسانی که عقیده داشته باشه او رو زود قناعت میکنه و میپذیره و باز اگر کدام دلیل ساینسی برابر شد نشد. آل اسماعیل علیه السلام چه قسم عقیده دارن؟ عقیده بسیار قوی داره. زندگی، اصل زندگی چی است؟ زندگی آخرت است. متوجه هستین؟ از این خاطر بر پدر خود چی میگه؟ بر پدر خود میگه که یا ابته، اول او پدر جان. چرا پدر جان گفت؟ به خاطر از اینکه بر پدر خود بفهمه که در گپی که تو گفتی من خفه نیستم، خسته نیستم. یعنی بچهای دیندار که هست وقتی که پدرش برش حکم میکنه تو به پیشانوی بازو کار میکنه، پدرش میفهمه که والا بچه من خفه نشد. بسیاری وقتا آدم از بچه خود میخواد در سودا بیاره، پیشانیش رو سهل میکنه، میگمش که سودا رو خودم میارم، خود تیر ازی پیشانوی ازی از لودگی ازی کده، اما پای خودم یک ذره خسته شو میری سودا رو میری. این حال اول اسماعیل علیه السلام اخلاق بسیار عالی خود بر پدر خود نشان میده که با وجود از اینکه قضیه بسیار کلان است و مسئله قتل است، ما پدر جان از این گپ تو خسته نشدی، مطمئن باش. یا ابته، ای پدر شیرین من. باز برش نمیگه که افعل ما تأمر، او کار که تو میکنی امر میکنی رو بکن. نمیگه که تو امر از مگه نه این امر تو نیست، تو عاطفه داری، تو پدر هستی، من خب به قناعت دارم. پس او چیزی که برای تو حکم شده، چون من هم در امتحان هستم تو هم در امتحان هستی. انسان میفهمه همیشه انسان در امتحان است. پدرم هم در امتحان است، ما هم در امتحان هستم. حال پدرم 50% نقش پدر است، 50% نقش پسر است. حالا من نقش خدا چطور اینجا ایفا بکنم؟ پس برش میگه که پدر جان افعل ما تؤمر، او چیزی که امر الله شده سر ما هم امتحان است، سر تو هست، او امتحان بکن. ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. تو مرد جمله چی میفی؟ صبر کننده ها میفی. یعنی اینجا قرآن برای ما میگه که اسماعیل علیه السلام یک جوان بود و جوان معتقد بود و جوان بسیار با اخلاق بود و جوانی بود که با حکم الله تسلیم بود و جوانی بود که آخرت نسبت به دنیا ترجیح میداد و حتی به خاطر رضایت الله آماده بود که چی شوه؟ ذبح شوه. اما قصه بازاری چی میگه؟ قصه بازاری میگه که اسماعیل هیچ خبر نداشت، چشمایش سرمه کرد، کالاکار پوشاندش، کجا میبرم تا اونجا میبرم، اونجا که بردش آسان پدر دستایش بسته کرد و انداختش و این کارا کرد. اینا رو اونجا اسماعیل چی نقش داشت؟ هیچ چیز نداشت. حتی پدرش هم نشان میده که چی بود؟ علیه بالله ظالم بود. اما اینجا چی نشان میده؟ اینجا حالت رو نشان میده که پدر میگه که بچیم مشوره پدر به همراه پسر است. این تو حکم الله هست، لکن در مقابل از این حکم الله من هم در امتحان هستم و سر تو هم امتحان است. حالا بچیم تو نظر بده، فنظر. چی معنی فنظر؟ نظریه چی رو میگن؟ نظر تا بیان کن که تو چی میگی، آیا آماده یمی کار هستی نیستی؟ و اسماعیل علیه السلام برش میگه که یا ابت فعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. در مورد لحظه‌ای که مرا ذبح میکنی مرا ان شاء الله در جمله کی خاطی یافتی؟ صبر کننده. نه چیخ میزنم، نه گریان میکنم، نه وای یخن خدا پاره میکنم، نه یگان تا جواناست که سرش کنی مثلا پدرش مرده یک وقت سر کنی یخنش اند اینجا افتاد آقا جون حالا یا که کمر درد باشه یا پای درد باشه یا یک جای موتور تکر کرده باشه، نه چیغا میزنن. اما اینجا که از اسماعیل علیه السلام بر پدر خود چی میگه؟ ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ان شاء الله مرا از جمله صبر کنندگان که نه چیخ میزنم، نه دست و پای میزنم، نه جنجال میکنم، خودم میایم دمو میدان که چیز از خودم گردن خودم میگیرم و خودت کار ده بگی و مرا ذبح بکن. این قوت چی رو نشان میده؟ قوت ایمان جوانای مسلمان نشان میده. این میگه تو جوان اما اسماعیل علیه السلام و رحمت امتحان سرت بیه چی میکنی؟ چی میکنی؟ والا میگه یک 16 دفعه وضوی من مشکنانم. این حال اگر امتحانی که از اسماعیل علیه السلام است امی سر خودت بیه، اما امتحان چطور است؟ یگان تا جوان است یک وقت پشت یک نفر مثلا پشت استاد مثلا پشت ما یک کس میایه و جوانا رو ببینه وقت این خوجه بقرا رسیده تو را پرسان نکده، نه والا استاد پرسان کرد از من موم کرد چی هست تو را که از والا خب بشنو
تو چی هستی؟ این حال چی است؟ اسماعیل علیه السلام حتی حالت چی میه سرش؟ حالت مرگ میه و ذبح میه و کشتن است و گذاشتن کار در گردن است، لکن برای پدر خود میگه که افعل ما تؤمر، امر خدا نکنی، امر الله را تطبیق بکن. امتحانی که سر دوز در امتحانت باید کامیاب شوی و ما هم آماده امتحان هستم و برای انشاءالله در جمله صبر کنندگان میفیم. فلما اسلم، الله متعال میگه فلما اسلم، هنگامی که اردویشان مسلمان شدن، اردویشان تسلیم شدن، هم پدر مسلمان بود هم بچه مسلمان بود. یعنی اسلام یهودیت و نصرانیت و هندویزم گپا نیست، یک دین است. دین اسماعیل علیه السلام، ابراهیم علیه السلام، آدم علیه السلام کلش اسلام بود. الله میگه فلما اسلم، وقت کردوشان اسلام آوردن. چی یعنی چی معنی اسلام آوردن؟ یعنی اسلامی است که با حکم الله چی باشی؟ تسلیم باشی. حالا ما بسیاری وقتا با حکم الله تسلیم هستیم یا با حکم عقل خود. یک کسی رو بگو چطور میگنی، باز میگه والا عقل من این تو میگه، والا من چند تا پیسه پیدا کردم، باز چی کردی؟ والا عقل میگه پت پت کده در جیبت بار. عقل تو چی میکنی؟ پرسان بگو که الله چی میگه. فهمیدی نه؟ این حال اینجا الله متعال میگه فلما اسلم، وقتی که اردوی از اینا چی شدن؟ تسلیم شدن به حکم الله. اسلم یعنی اسلام آوردن. چی معنی اسلام آوردن؟ یعنی زمانی که اردوی از یا پدر و پسر به حکم الله تسلیم شدن، به شریعت الله تطبیق شدن، اسلام قبول کردن، اینجا چی شد؟ و تله للجبین، این بچه خودم به خاطر از اینکه رویش نبینه، ابراهیم علیه السلام بسیار چیز بود، این بچه شام پدرم چی کردن که همون سرچپه خو میکنه تو که اگر رویش ببینه عاطفه پدری چی میگه وقتی که به پیشانی انداخت دیگه، حالا وقت چی است؟ امتحان بسیار سخت است دیگه، دل پدرم تکت تک است و این جوانم کل زندگیش هست دیگه، حالا هر قسم نباشه دیگه، لکن چون حکم الله هست خلاص دیگه، من زیاد فلسفه نمیگم. بچه‌ای که اگر تو مثل ما و تو رو باشه باز چی میگه؟ او پدر هنوز ما نامزاد نشدیم، نه هنوز بر خود بعید خود کالای نمشور کردیم، من او یه قدر برنامه دارم، یه قدر چیز دارم، تو آمدی چی که اینجا برش میگه خلاص. وقتی کردوشان تسلیم حکم الله شدن و ای به پیشانی هم افتاد، متوجه شدن اینجا چی میگه؟ و نادیناه ان یا ابراهیم. الله میگه و نادیناه، اینجا تو ضمیر جمع الله استعمال کرده. الله ضمیر جمع که بر خود الله خود ذات یگانه هست، صحیح؟ قل هو الله احد الله الصمد. خیلی ضمیر جمع که استعمال میکنه حکمتش چی است؟ وقتی که الله قدرت و عظمت خدا بیان میکنه در زبان عربی هم اینطور است، هر کس که قدرت و عظمت خدا بیان میکنه ضمیر چی استعمال میکنه؟ جمع. هارون رشید هم خطایش اگه ببینی با پاچای روم که خط نشته نمیکرد که انا هارون رشید، نشته میکرد نحن هارون الرشید، ما. چرا ما میگفت؟ اما قدرت و عظمت و بزرگی خدا نشان میداد. اینجا الله متعال قدرت و عظمت خدا بیان میکنه. چی میگه؟ میگه و نادیناه، و میگه ما صدا کردیم بر از او که یا ابراهیم، ای ابراهیم علیه السلام، قد صدقت الرؤیا، و خوابی که تو دیده بودی او رو تو واقعا تصدیق کردی، یعنی عمل کردی و در امتحان چی شدیم؟ کامیاب شدی. انا کذالک نجزی المحسنین، میگه ما اینی قسم پاداش میدیم به انسانهای نیک. خوب امتحانش میکنیم لکن یک دفعه دمون لحظه که بسیار سخت میباشه امتحان اثر چی میشه؟ دور میشه. متوجه شدن؟ انا کذالک ان هذا لهو البلاء المبین، میگه اینی هست امتحان بسیار واضح و آشکار. اینی رو امتحان میگن. حالا ما شما که یکمک مثلا اگه اون تا سعی کنین یکمک نماز صحیح خوان، یک کاکاک میبرش میگه او وهابی شدی، بازی وقت سعی کنی که نمازش کلش خراب شده دیگه، پس گفت چرا والا مرا فلان در یک کلمه میگم در یک فشنگ وقتی در گرفت مردم دام میفته کلش رای نمیزنه، این یک دونه فشنگ طیاره وقت پرواز کرد. والا استاد بسیار سخت است مولا، چطور گفت یک کس مرا این تو گفت حال خود راست که یک کار خوب که کردی است حتما یا شیطان انسانی یا جنی یک کلمه خب میگه، نه یک کسی میگه ایواز کی هوشیار رو گپش دفع بکنه، فشنگش یک فشنگ دیگه بزن. یک روز یک کس ما میگه استاد شما وهابی شده، من گفتم شما بی وهاب هستید. چی؟ من گفتم مثلا ما وهابی، تو بی وهاب؟ وهاب خود نام الله هست، قبول نداری؟ خی تو کافر. نه خی ما استاد وهابی هستیم. خلاص چرا وهاب نام الله هست؟ کل ما باید نام الله را قبول داشته باشیم. صحیح است. یعنی بسیاری کسا ده اما یگان تو رو سعی کنید در یک فشنگک
که یک کاکاگک در یک جای برش میگه وقت چند کیلومتر فرار کرده. نه میگه با عاشقی که هم گلیده هم جنگونه. وقتی که راه دین گرفتی سختی ها و مشکلات چی میشه؟ سختی ها و مشکلات سرت میه. الله متعال چی میگه؟ ان هذا هو البلاء المبین. این چی است؟ یقینا که یک امتحان چی است؟ واضح و روشن است. بسیار امتحان سخت است. بسیار امتحان سخت است که انسان خودش و فرزندش در زیر کارت قرار بگیره. این بسیار امتحان سخت است. و فدیناه به ذبح عظیم. الله متعال میگه باز ما برش فدیه دادیم، عوض از اینکه گفتیم مال امتحانات کامیاب شد، حالا برو یک دونه گوسفند بگیم، این گوسفند برش داد، بگی که از این گوسفند مقصدمو عمل انجام بده. دیدین؟ و ترکنا علیه فی الاخرین سلام علی ابراهیم کذالک نجزی المحسنین انه من عبادنا المؤمنین. یقینا که ابراهیم علیه السلام از بندهای چی ما بود؟ با ایمان ما بود. اینا لازم ما چی درس میگیریم؟ اول درس قربانی. وقتی که انسان قربانی میته، تو قربانی از خود شروع بکنه. آیا ما آماده قربانی هستم در راه الله خدا قربان بکنم؟ اگر اسماعیل علیه السلام برای آماده بودی؟ دو، آیا اگر الله فرزندای مرا به قربانی بخوایم، ما آماده هستم که فرزندای مرا به قربانی بودم؟ اگر آماده بودی کامیاب است، اگر آماده نبودی هیچ. بعضی اوقات قربانی به این می باشه که مثلا امو غیرت و غرور خود به خاطر حکم الله دور کنی. که کسی جنگ کردی، خفه هستی، آله قربانی رو میگه تو باید چی کنی؟ بری که شاشتی بکنی و باش بگی ما به خاطر رضایت الله که تاشتی میکنیم. این حالا آیا غرور تو تحت ایمانت است و یا غرورت فوق ایمانت است؟ بعضی کسا هست که غرورش از چی کرده زیاد است از ایمانش کرده. نه والا دیگر نه کار دیگر نمیشه، او باید پیش ما بیه. این حالا اگر ایمان قوی بود تو پیش از او میری. متوجه شدی؟ و باز مسئله ذبح حیوان میشه. او به اندازه توانایی است، هر کس توانایی داشته باشه دیگه، زیاد فلسفه نه. یک توانایی نداشت، همین آدم که توانایی نداشت این پل صراط هم وقتی که میری، مثلا پل صراط از دیگه قدم میمونی، سرک اول صراط میگیره استاد شد، نمازایت جواب بده. یک جای میرسی که اونجا جای قربانی هست، زکات است. حالا من غریب هستم، قرار تو سر بایسکل تیر میشم، بایسکل والا کی کس لیسانس پرسان میکنه؟ نه اونجا هم پل صراط هم کس آدم غریب که بایسکل خودم تو روان است، هیچ اون کس در قسمت زکات و قربانی اوترا و حج پرسانش هم نمیکنه. البته بیغم میره. چرا؟ از این خاطر میگه که آدم غریب از پیسه دار که 500 سال پیش جنت میرسه. چون پیسه دار تا که از یک اگر پیسه خود حساب میده که موتر تا چند خریده بودی، لیسانسش از کجا بود، جوازش چقدر غلطی کردی، چقدر رشوت دادی، و ترافیک چقدر رشوت دادی، از اون نفری که خریدی به او چقدر دروغ گفتی. صحیح نه؟ اینا تا که جواب یک موتر خدا میده و فقیر دیگه واقعا دروازه دیگه رسیده. باز که از خانه خود میگه که خب منزل اولش چقدر دروغ گفتی، در منزل دوش چقدر دروغ گفتی، در زمین چقدر دروغ گفتی، پیسه زمین چقدر خریدی. اینا میگه ای بالاخره این دیگه هم تو سرگردان میشه. اما آدم غریب که چی داشتی میگه چیز نداشتم، ما هیچ نداریم و غم هیچ نداریم. خلاص اونجا که رفت اون ملائکه میبینه که ولی پیسه میسه نداشت، اما آزادم پیسه رو پرسان میشه که پیسه تو از کجا کده بودی و در چی مصرف کردی. دو سوال. اما از غریبا و از ما شما بعد از وقت ما زیاد پرسان بشه. زیاد جوانا کس میگه عمرت در چی تیر کردی، جوانی در چی تیر کردی. این حال بسیاری جوانا هستن که در دوزخ به حساب وقت زیاد تیر کردن که تو کفار تیر میکنن. چه قسم؟ مثلا ترازی اعمالش سهل میکنه، چقدر وقت که الله تیر کردی، که رسول تیر کردی، چقدر وقت که کافرا. پابجی کافر است یا مسلمان؟ گیم کافر است، نه قمار کافر است. این حالی مثلا چندین شب خدا کت کی تیر کرده؟ کت پابجی تیر کردن. این حال برش میگه تو برو کت پابجی باش. چرا زیاد تو کت از تیر کردی؟ خب دیگه چه نه صاحب یک چند وقت نکردیم وقت پابجی نبرام بود. خب وقت بکش دفتر اعمالش که میکشن واژه در سریالای هندی تیر کردن، در فیلم‌ها تیر کردن، در خواندن تیر کردن. این حال میگه یک صحابی در یک جای اشته بود، بسیار جگرخون بود. رسول الله هم بهش گفت چرا جگرخون هستی؟ میگه یا رسول الله والا من جگرخون هستم به خاطر ازی که اگر در جنت هم برم تو باز در جنت جای بلند میباشی
جایی که پیغمبرها هستن و اولیا هستن و بزرگا هستن. من بیچاره عاجز آدم هستم، شاید یک جای جنت باشم تو رو دیده نتانم. رسول الله هم گفت که جگرخویی نکو، المرء مع من احب. هر کس در روز قیامت کت کسی می باشه که دوست داشته باشه. پیغمبر دوست داشتی کت پیغمبر هستی، اون دو رو دوست داشتی کت اون دو هستی، امریکایی رو دوست داشتی کت امریکایی هستی. این حال هر قدر وقت تا که برای هر کس دادی در روز قیامت در آخرت که تو نمو هستی. این حال کسایی که زیاد فیلم سیل میکنن، زیاد خواندن سیل میکنن، زیاد در گیم وقت خود تیر میکنن، زیاد در سریال های ناروا وقت خود تیر میکنن، او برش محبتش حاصل میشه. از او خاطر بسیاری کسا دیده باشین که فیلم زیاد سیل میکنن، سریال زیاد سیل میکنن، وقتی که خانهش اشتک میشه، خب این نام نوگک تا چی بانیم دیگه؟ تو استاد هم میگه اشتکک نو چیز شده، خب آل نام از این ققله را چی بانیم؟ والا استاد چی از دیگه؟ این حالا اگه دیندار باشه چی میگه؟ نامش محمد بان، نامش ابراهیم بان، نامش اسماعیل بان، صحیح نه؟ نامش عبدالله بان. اما اگر فیلم ها و سریال ها رو زیاد سعی کرد چی میگن؟ فیلمکش سورج بان، سورج. خویی چی شد؟ میگه یک فیلم هندی یک بچه فیلم نامش سورج میگفت. نامش مثلا یک نام کریستیان. این تو نامای این حالی چرا نام از اون دوره یا نام کافر میمانه؟ چرا با زیاد زندگی کردن که یک کس چی میشه؟ محبت قلبی حاصل میشه. از این خاطر مجالس علما، مجالس قرآن، مجالس دین، مجالس درس محبت الله و رسول حاصل میکنه. متوجه هستین؟ کسایی که زیاد کت علما، کت دین، کت قرآن، کت کتاب، کت حدیث، کت زیاد سر کار داره، ای باز همیشه محبت الله و رسولش پیدا میشه. من یک وقت سلفیای من در خارج که درس میخوادم، سلفیای ما از فیلیپین بودن. یارا که پرسان میکرد نامشان مسموکه بخاری، اوه ماشاءالله، مسموکه انت مسلم، اوه مسموکه نسایی، مسموکه دار قطنی. نامای بودن فیلیپینیا را کلشان که نامایشان سیف مسلمانایشه. کل این نامای صحابه تابعین، حتی اگر نشه از این علما را، از امام بخاری نامش سر خود مانده، امام مسلم مانده. اما از افغانستان اگر سعی کنی اول از حیوانات شروع میکنن. باز کدام حیوان نه باز مرغا شروع میکنه، سی مرغ، کل مرغ، مثلا توتیشا، بودنگال این گپا. باز از اگر از حیوانات شد مثلا پلنگ و شیر و فلانی و فلانی، اینا چقدر شیر است مثلا پلنگ است و چطور شدن. باز اگر از حیوانات پیدا نکرد میاد جان پرنده ها. حتی شادی خان باز اگر هیچ نشد روزای هفته، چهارشنبه گل، سه شنبه گل، دوشنبه گل، جمعه گل، این نامایی که هیچ معنا نداره. صحیح نه؟ اما چرا چی است؟ یا انسان به چی است؟ به هدف است. و یا ای که انسان است که عشق و محبت کفار اقدر در قلب جای گرفته که حتی اعضای خانواده خود نامایش چی میمانه؟ نامای اون دو، نامای کافر میمانه. اما محبت مسلمان چی است که همیشه کوشش میکنه که محبت با الله و رسولش پیدا شه. و همین است که مثلا وقتی که ما شما قرآن میخوانیم میبینیم امو عقیده و شجاعت و دوستی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام در چی است؟ با الله هست. از همین خاطر است که الله متعال نام‌ها از اینا را در قرآن ذکر کرده و آنچه که یا قربانی دادن، قربانی از این برای ما شما یک درس بسیار بزرگ است که سعی کنین این تو بنده های الله هست و الله متعال برشان تو عزت داده که ما شما هر سال اینا رو یاد میکنن و باید همین قسم قربانی داشته باشیم مثل قربانی ابراهیم علیه السلام و اسماعیل علیه السلام. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.